روشن باشه تا سلام به بربکس یوتیوب، حالتون چطوره؟ بچه امروز اومدیم بریم یه شوکر بسازیم. دوتا ماژول شوکر آوردم 600 وات، دقیقا نمیدونم وات میگن چی میگن بهش. اینا رو داشتم ولی استفادهشون نکرده بودم تا حالا. بریم اینا رو باشون شوکر بسازیم. اینجاش یه ذره دیگه از این روکشه بود که داخلش خالی بود. من اینا رو بریدم که جای کمتری بگیره داخل قاب شوکرمون که باتریا هم جا بشن. اینا رو میخوایم با هم دیگه موازیشون کنیم که قدرت زیادتری بهمون بده. ببخشید که صدا میاد، ما اینجا کارگاهمون کنار خیابونه، هر ماشین سنگینی که رد میشه صداش میاد داخل کارگاه ما. بریم از اول شروع کنیم. ببینید ما لوله پولیکا رو برش دادیم، صافش کردیم، بعد به این شکل درش آوردیم، کناراشو قشنگ گرد کردیم که دست خوبی داشته باشیم. بریم با این سوهانمون یه مقدار اینجاهایی که خط و خش داره رو اینا رو ببریم که چسب زدیمشون. ما دیگه ماشین باگیمون خراب شد، اگه ویدیوهاشو ندیدید حتما برید ببینید. ما از یه سکو پریدیم، لاستی عقبمون خراب شد. الان ماشین یه هفته 2 هفته است خوابیده، دقیقا 1-2 هفته است خوابیده. این مشکلاتیه که اونا رو باید وسایلاشو سفارش بدیم، اینجا پیدا نمیشه. بچه ها اینجوری صاف باید بشه. بعد یه قسمت اینجا چاک خورده، اینم بریم سوهان بکشیم. هوا اینقدر گرمه آدم این درزه رو با چسب 1-2 پر میکنم، باز با سوهان میسابیمش. قشنگ نفوذ کنه داخل درس. بچه ما باید 2 تا هم درپوش بر اینا درست کنیم. اینها باید لباش بریده بشه، یه ذره کج کلس این لباش اینجا مثلا اومده بیرون. اینا رو از هر طرف 5 میل باید صاف با سنگ فرز ببریم. بعد از بدون ورق صاف هم ما اینجا داریم، از این براش اینجوری خط بکشیم، ببریم، بچسبونیم. برای شارژش هم یه دونه سوکت میخوام نرمادگی بذارم اینجا، مادگیش هم بزنم به شارژرمون، مادگی بخوره شارژ بشه. ولی یه دونه لامپ هم میخوام بذارم که روشن کردی یه دونه کلید این که میفته برای جرقه زدنمون، یه دونه هم میخوام بذارم که برق باتری رو از این قطع کنه، که وقتی میذاری تو جیبت مثلا جیبت فشار نیاره اینو بزنه خودتو برق بگیره، به بدن خودت شوک وارد بشه.
اینا رو با سنباده سوهان ما جواب نمیده برای اینا. بریم برای صاف کردن اینا. صاف میکنم باز میام براتون ویدیو میگیرم. بچه ها ما برگشتیم. چه ترتمیز شد اینجاش، خیلی صاف خوش دست. اندازش هم یه ذره کوچیک کردم که خیلی بزرگ بود تو دست، خوش دست نبود. کجا میری؟ این قشنگ الان روش پوشیده میشه. دوتا از اینجا آهن میزنیم بیرون که قشنگ جرقه بزنه و زدیم به یکی حداقل یه شوکی بهش وارد بشه. بچه ها این ویدیو جنبه علمی داره. هر استفاده غیرقانونی از این دستگاه که خودتون بسازید استفاده کنید به عهده خودتونه. ما هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کنیم چون این ویدیو جنبه علمی داره. بریم برای موازی کردن این دوتا هیولای پرقدرت. اینو یه ذره تمیز کنیم سر چسب. بچه ها ما تازه اومدیم این کارگاه، هنوز هیچ وسایلی از وسایل الکتریکیمون هنوز اینجا نیست. امکاناتمون تو این کارگاه هنوز کمه. ما کارگاه قبلیمون تو خونه بود، تو خونه از این کار انجام میدادیم. برای یوتیوب یه کارگاه جدا گرفتیم کارامون رو بهتر انجام بدیم. بچه برای موازی کردن این دوتا ماژول جرقمون باید نگاه کنید اینجوری باشه. دوتا سیم یه طرف باشه، میبینید یه شکل وصل کردم. مثبت اینور رو با منفی اینور نگاه کنید اینجوری اینو میپیچید به هم دیگه. حالا یا لحیم میزنید، هر کاری میکنید این کار خودتونه. هرچی تمیزتر باشه کار خودتون بهتر در میاد. این ورم سبز و یه دونه سبز از این ماژول، یه دونه قرمز از این ماژول، یعنی منفی اون ماژول با مثبت این ماژول میبندیم، موازیشون میکنیم دیگه. این میشه منفیمون، این میشه مثبتمون. بزنیم این جرقه میزنه. بریم برای لحیم کاری این دوتا قسمت. من اینا رو حرارت بدم یه ذره لختشون کنم. ما هنوز هویه‌مون رو نیاوردیم. یه دونه هویه اینجا داشتم، یه ذره شکل و شمایل هویه‌مون قشنگ نیست ولی کارو را میندازه. من برم روغن هویه‌مون رو بیارم. یه دونه روغن هویه بود. وای روغن هویه است. بریم برای لحیم کاری این دوتا سیممون. این هویه ذره ضعیفه، فکر کنم لحیم نزنه. کارهای سختمون از اینجا به بعد شروع میشه. یه کوچولو هم لحیم بشه کفاف کار ما رو میده.
بریم یه وارنیش بزنیم سر این که اتصالی برقرار نکنه، کارو خراب کنه. برای ویدیو بعدی هویه‌مونو میاریم. چقدرم سرصدا میاد از بیرون. باید یه فکری کنیم برای این سرصدا. یه مقدار نوارچسب، نه همین چسبی رو دوسته میزنیم که این اینجا وایس. این منطقه هم انقدر ماشین سنگین رد میشه، اشتباه کردیم این کارگاه رو گرفتیم برای یوتیوب. بچه منفی از یه ماژول، مثبت از یه ماژول، اینها هم از هم اینجوری موازی میکنید که قدرت زیادی بهمون بده، قدرت جرقه زنیش بیشتر میشه. چقدر ضعیف این هویه. من فکر میکردم قدرتش میرسه برای لحم کاری امروز. البته این تشکیل شده از چند تا هویه است، خودم درستش کردم. سوخته بود این هویه، من خودم باز احیا کردم برای زندگی. اینم هی همونور چسب میزنیم که وایسه. این الان 12 ولت شد، چون موازیش کردیم 12 ولت شد، ولی با یه دونه باتری لیتیومی هم کار میکنه. بذار تست بگیریم. میبینی قدرتش زیادتر از این چیزی که من خودم فکر میکردم زیادتر میشه. برم اینا رو لحیم کنم بیام. با این هویه که ما داریم خدا باید بهمون رحم کنه که اینو لحیم کاریش کنیم. برم برگردم. بچه ها ما اینو لحیم کردیم، بریم برای بستن این نوارچسب روش که اتصالی نکنه. نوارچسب چسب کاغذی بهتره. چسب کاغذی میزنیم، یه دور اینوریشو نوارچسب میزنیم. چسب کاغذی هم زدنش دردسر خالص. هر دقیقه پاره میشه. بریم یه دونم نوارچسب اینوریش بپیچیم. بچه ها حتما برای ساختن شوکر از دسته پلاستیکی استفاده کنید. ما یه دونه آماده داشتیم آهنی، یه دونه ظرف بود عین همین بود آهنیش بود،
سبکم بود، ولی داخل اون برده شوکر بذارید میخوره، مثلا یه اتصالی میکنه میزنه به بدنه، خودتون رو برق میگیره. باید حتما از دسته پلاستیکی استفاده کنید. بازم میگم این ویدیو فقط جنبه علمی داره، هر گونه استفاده غیر قانونی از این ویدیو به عهده خودتونه. بریم باز یه تست شوکر بگیریم از این. الان قدرتش 2 برابر شده، صداش یعنی انقدر زیاده من اینجا نشستم گوشم درد میگیره. بریم برای سویچمون که من میخوام اینو اینجا در بیارم، اینجا در بیارم جو بزنم تا 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 صدا بده. بذاریم داخلش. بچه این فاصلش زیاده، من میگم از داخل بذارم اینو، از داخل کلیدو بذارم بهتره، چون فقط همین دستش میاد بیرون و زدنش هم آسون تره. ولی یه مشکل اینجاست که عرض این 2 میلیمتره، این نمیخوره به این، کوتاه در میاد. مشکلش همینه، یا بخوایم ای بابا اینقدر ماشین رد میشه مغز ما رفت اینجا، یا با سنباده یا با همین سوهانه یه دونه مربع اینجا در بیارم، این بره داخل اون، سیماشو لایم کنم بره داخلش، فقط این رو بالا باشه با این دکمه گفته اینجا. ببینیم میشه، بشه عالی میشه. نمیشه، خیلی سخت. بریم با سنگ فلز در بیاریم ببینیم میشه. برم برگردم اینو داخل اینجا جاشو در بیارم که این مربع قشنگ بیفته داخل اینجا، یه دونه این دکمهش کامل بیرون باشه برای زدن آسون تر. دوتاشونم کوتاه میکنم، حرارت میدیم بهشون، دوتاشونم لختشون میدیم. این ورم مثبتم همینطور، مثبتم حرارت میدم، وقتی لخت شد یه دونه از سیمای سویچمون رو وصل میکنیم بهش. یه دونه از سیمامون رو میبندیم بهش. ای بابا یه پشه اومده اینجا چقدر اذیت میکنه. بعد میاید این ورم نوار چسب میپیچید. که اتصالی رخ نده. بچه از ویدیوهای بعدی امکاناتمون زیاد میشه، بهتر میتونیم براتون فیلم بگیریم.
شما هم در عوض باید ویدیو رو لایک کنید، چنلمون هم سابسکرایب. مثبتمون هم از این میریم مثبت ماژولمون که اومده بیرون رو وصل میکنیم به یه خروجی کلیدمون. یه وارنیش هم میزنیم به این شد از کارمون. حالا ماژولمون رو میدیم داخل، باتریمون هم میذاریم اینجا، بریم بر در پوشش. یه ذره اینجا رو ترتمیز کنم. انقدر سوهان زدیم به این کل پی وی سی ریخته اینجا. این ماژول بذار اولش یه تست بگیریم. راستی ما یه چیز یادمون رفت. ما باید یه دونه کلید آن و آف اینجا وصل کنیم. اینم باید در بیاریم. مثبتی که الان نوار چسب زدیم بهش و نوار چسبشو باز میکنیم. داستان فرق کرد از اینجا. داشت یادم میرفت، چشم افتاد به کلیده، باز به یادم افتاد. این سیمی که از این دوتا، از این کلید دوتا سیم بریدیم و همین میاریم وصل میکنیم اینجا. سر حرارت این از این روی اینم یه نوار وارنیش میندازیم. نوار چسب دیگه این از سیم کلید. یه دونه هم از مثبتمون میگیریم. بچه ما اینو دیروز یادمون رفته بود که کلید وصل کنیم براش. سیم کلیدم براش در آوردیم که برق باتری رو از اینا مثلا نخواستیم استفاده کنیم قطعش کنیم که تو جیبمون یه موقع اشتباهی دستمون رفت، مثلا شلوار فشار داد رفت دکمه زد، به خودمون آسیب نزنیم. این کلید آن آف آوردم که بذارم در قسمت این پایین که هر وقت خواستم فعالش کنم و ازش استفاده کنم. من این درپوش برای این بریدم، برای اینجاش، که برای این مانع جرقه زدنش از دوتا این دو شاخه استفاده کردم، آهنای دو شاخه که یه دونه شارژر سوخته داشتم ازش بریدم این دوتا رو که بیارم اینجا استفادهشون کنم. اینجوری سولاخ میکنم، از زیر میدم میاد بالا، استفاده میشه. یه دونه همین بریم برای بستن، هم سولاخ کردن اینا هم بستن سیما به مانع جرقم. بریم داشته باشیم یه دونه ساخت درپوش. برم اینا رو سولاخ کنم برگردم. بچه بریم برای ادامه کار. من همین دو شاخه‌ای که از این کندم و آوردم قشنگ اینجا رو سولاخ کردم ترتمیز، از پشت اینا رو گذاشتم چسب زدم.
اینا رو هم یه حالت خمیدگی بهشون دادم که بهتر دیده بشه، زیباییش بهتر بشه. بعد حالا اینو باید رد کنم از این و چسبش بزنیم و این کار شوکرمون رو تمام کنیم، پروژه شوکر تمام بشه انشالله. این از آوردن این ورش و مونده حالا چسبش بزنم. یه دو سه تیکه میخوام دستمال کاغذی بذارم اون کناراش، بعد چسب بزنم. دستمال کاغذی نداریم، کاغذ استفاده میکنیم. چسبش هم میزنیم اما فقط میخوام الان یه کاغذ بذارم، این چون جاش تنگ نیست، این در اثر ضربه احتمال شکستن چسب وجود داره. بعدش هر چی سیمی که هنوز به هیچ جا وصل نشده رو میذارید بیرون بمونه. بذار ببینیم برای باتریمون جا هست. انگار جا تنگه، چه اتفاقی افتاده اینجا؟ خب این از این، اینم از این. جای بچه ها جای کلید نمیمونه برام. اینو موقت اینجا نگه میدارم که باتری رو میخوام تا آخر هول بدم. این چسبیده به این. این خیلی جا داره. دقیقا نگاه کنید، این الان ما داریم تستش میکنیم. این باتری انگار کوچیک میاد. نگاه کنید من الان دستم به ماژول یه دونه انگشت، یعنی یه بند انگشت فاصله داریم اون ته. نمیدونم چرا این نمیچسبه بهش. موندم تو این کار. خیلی این نباید اینجوری میشد. چرا اینجوری شد؟ خب بریم ماژول رو چسب بزنیم. برای اون یه فکری میکنیم و کارش رو تمام میکنیم. قشنگ از همه زوایا ماژول رو چسب میزنیم. باز هم یه مقدار کاغذ هم بازم میذاریم. من کار برای محکم کاری دارم این کارا رو میکنم. شما اگه نخواستیدم نذاشتید، هیچ اتفاقی نمیفته. فقط برای محکم کاری تو دارم این کارا رو میکنم که شما درست کردید به راحتی بتونید ازش تست نهایی خوبی بگیرید. این مثبت منفی مونه که میخوره بنده جرقه میده. این هم یکی از مثبت هامونه. بله ما 2 تا مثبت داریم،
یه دونه منفی. منفیمون برای شارژ، این دوتا برای شارژن، این دوتا برای کلید آن و آفن. این در پوشم اینجا چسب میزنیم قشنگ. بچه ها این سیما رو نذارید بچسبن به هم دیگه، دارید جا میزنید. ببینید من نچیدم چون میخوام استفاده دیگه هم از این ماژول انجام بدم. شما نه، فقط میخواید برای شوکر این ماژول رو خریدید قشنگ کوتاه کنید، ترتمیز، هر چی کارتون تمیزتر باشه خوشگلتر در میاد. قشنگ سر تا سر این لبه رو چسب میزنید. بعد میخواد سنباده کاری بشه که لبهاش گرد بشه. بچه ها ما میخواستیم اول یه چراغ بذارم اینجا که کلید آن و آف روشن کردیم. یه چراغ کنار این کلیدی یه جایی روشن بشه که معلوم بشه دستگاه ما روشنه. بعد دیگه نشد اون چراغو بذاریم چون میخواستیم از باتری ولتاژ بگیریم برای شوکر کم می آورد. باتری در اثر این چراغ برق مصرف میکرد و کم می آوردیم باتری در برابر این ماژول. اون فقط این کلید آن و آف علامت داره، رو خط باشه یعنی وصل، رو این دایره باشه یعنی قطعه. ولی من الان باز میخوام یه دونه اینجا جا در بیارم. حالا نمیدونم اینجا در بیارم، اینجا در بیارم زیر همین کلیدمون، یا باتریمون رو قشنگ جاساز کنم این کلید آن و آفمون رو روی این در پوشه این ور این وری بذاریم. کارایی میشه کرد برای این. یه دقیقه ترسیدم، صداش زیاده. این از کارمون واقعا قشنگ در اومده. من خودم راضیم از کار خودم، واقعا قشنگ در اومده. بریم برای باتری هم یه مقدار کاغذ بذاریم. من این کاغذها رو از قبل تعیین کرده بودم که اینو برای اینجا از قبل یه ذره مشاله شده بود. این الان باتریمون بدون چسب صفر شده اینجا، ولی یه چسبی هم میزنیم به این باتری. اینم از باتری. بریم فقط برای سیم کشی و شارژ. ما شارژش هم به مشکل خوردیم خدایا، جای شارژ هم نداریم، مجبور میشیم بکنم این کلیدو نذاریم ما برای این دستگاه. برم من یه مادگی پیدا کنم برای شارژرمون، بیارم یه تست شارژ بگیرم از این. برم برای شارژش. بچه ما قبلا یه دونه، ای بابا باز این پشه ها پیداشون شد. برید کنار. نمیدونم چرا پشه میاد اینجا. این یه چراغ قوه بود که این لنزش شکسته. لنزش هم ایناش لنز ذره بینیه که اینجا وصل میشد. نورش هم واقعا خوبه، یه نور قشنگ میده. اینم از سوکت مادگیش. ببینیم سوکت مادگیشو میتونیم در بیاریم برای این شوکرمون استفاده کنیم. این چراغ قوه بیکار نیست، شارژش زود تمام میشه. باز اینم دست سازه این چراغ قوه. میبینید یه دونه باتری لیتیوم هم داخلش. میکشید دیگه میکنید اینا رو اینجا. این شده از
مادگی شارژرمون بچینید که ازش یه دونه مس خوب به دست بیارید، کت و کلفت باشه. اینا کشیدیم کندیم نازک شده. بریم با حرارت. دستم هم چسبی شد، نمیتونیم روی کار کنیم. بریم ببینیم کدومش مثبت منفیه. بچه‌های همسایه اومدن اینجا اذیت میکنن. خدایا از کجا بفهمیم مثبت کدوم منفی کدوم؟ میبندیم شارژر رو که خواستیم تستش کنیم. من برم مثبت منفی اینو پیدا کنم بیام. بچه بریم برای تست نهایی. یه شوکر که شارژرش این بغل در آوردم، کلید آن و آف، کلید شاسیش. بچه نگاه کنید، این باید کلید آن و آف روشن باشه تا نمیدونم چیکار کنم بیفته چیزش، جرقش بیفته داخل دوربین، اینجا میفته. اینم از شد اتمام کار شوکر. خوش دست که نه بزرگه نه کوچیکه، نه اذیت میکنه تو دست. عالی بود. مرسی که تا آخر ویدیو بودید و همراهمون کردید. این ویدیو رو لایک کنید، چنلمون هم سابسکرایب کنید تا بتونیم براتون ویدیوهای زیادتری بذارم در مورد ساختنی ها که وسایل به کاری باشه. اینم شاید یه روز خواستیم با ماشین باگی بریم توی بیابونی چیزی کمپ کنیم، اینم حتما اون موقع با خودمون میبریم. 2-3 تا وسایل دیگه هم میخوایم مانند چراغ قوه، شارژر، پاور بانک، اینا رو هم درست میکنیم برای کمپ کردنمون تو بیابون با ماشین باگی. ویدیوهای ماشین باگی رو هم ندیدی حتما برو ببین. خدا حافظ.